سلام و روز بخیر بیننده عزیز و گرامی. نویدی بامدادی رادیو زودی است و من طاهری سفر در برنامه امروز چهارشنبه 13 مارس همراه شما. خب شروع میکنیم از وضع هوای امروز که در ولایت ختلان بهاری و تا 22 درجه گرم می شود. در مرکزی سوق شهر خوجند حرارت تا به 19 درجه می رسد. در بدخشان حرارت در جریان روز از 5 درجه بالا نمی رود و هوا در اینجا سرد است. در پایتخت در شهر دوشنبه و نواحی اطرافیان هوا گاهی نیم ابری و صاف خواهد بود و با گفته هواشناسان حرارت در این روز تا به 18 درجه خواهد رسید. خب شروع میکنیم از خبرها. دادگاه شهر دوشنبه یک ساکن 39 ساله این شهر را برای نگاهبین نکردن مادرش جریمه بسته است و امر داده است کمک‌های اجتماعی او را سری وقت بپردازد. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی روز 13 مارس گفت سهراب صوفیف که جای کار ندارد عهدهدار است هر ماه برای مادرش فضیله صوفی 61 ساله 120 سامانی الیمنت یا کمک پولی بدهد، اما از ماه ایونی سال 2018 تا ماه فوریه امسال این کمک پولی را به مادرش نداده است. با گفته دادگاه در این مدت سهراب صوفیف باید به مادر خود 960 سامانی میداد ولی این عهدهداریش را اجرا نکرده است. سهراب صوفیف برای سرپیچی از پرداخت الیمنت بر اساس ماده 178 کدکس جنایی تاجیکستان به جوابگری کشیده شده است. در این ماده برای بدون سبب‌های عذرناک سرکشی کردن فرزند از اجرای قراری دادگاه برای پرداخت مبلغ جهت تامین والدین غیر قابل مهنت یا احتیاجمند جزاهای کاری حتمی یا کارهای اصلاحی و یا حتی جزای زندان پیش بینی شده است. بر اساس حکم دادگاه اکنون صوفیف باید همه 960 سامانی را به مادرش بپردازد و همین گونه برای جمعیت هم در مجموع 120 ساعت رایگان کار کند. در تاجیکستان چند پیش قانون قبول کردند که بر اساس آن فرزندان وظیفه دارند والدین احتیاجمند خود را حتما کمک و نگاهبین کنند. یک زن تاجیک در روسیه میگوید مقامات پلیس نه تنها گمانبر لاتوکوبی او را دستگیر نکردند بلکه خودش را هم از روسیه میخواهند برانند. حفیظ خان بوتایبایی 39 ساله به رادیو آزادی گفت شام 3 مارس امسال از طرف فروشنده مغازه به نام مگنیت در مسکو لاتوکوب شد. او گفت که برای دادخواهی به مقامات پلیس جای زیستش مراجعت کرد اما به جای دستگیری تهدید شد. بوتایبا میگوید در نتیجه لاتوکوب شدن چشم و کاسه‌خانه سرش سخت آسیب دیده است و او برای دادخواهی به دادستانی منطقه شلکووا رفته است. در دادستانی از او نتیجه تشخیص طبی را خواستند. حفیظ خان بوتایبا میگوید وقتی به شفاخانه برای گرفتن نتیجه تشخیص رفت ماموران پلیس او را دستگیر کردند. اول به شعبه کارهای داخلی و روز 5 مارس به دادگاه بردند. همان روز دادگاه قرار اخراج این زن را صادر کرده است. بوتایبا از روی قرار دادگاه شکایت کرده است و تا زمان نهایی شدن قضیهش در روسیه میماند. حفیظ خان بوتایبا صاحب 2 فرزند است و میگوید خرج خانواده‌اش را به تنهایی مییابد. این زن تا زمان لاتوکوب شدن در یک کارخانه قنادی در شالکووا کار میکرده است. میگوید اگر قرار اخراجش از روسیه بازبینی شود به کارش ادامه میدهد وگرنه از آن محروم میشود. تاریخ خود شما هم میدانید تا 1 میلیون نفر از اهالی قابل کاری تاجیکستان در روسیه کار و اقامت میکنند. در اول مهاجرت کاری خاصی مردم بود و سالهای اخیر زنان تاجیک نیز به این کاروان همراه شدند. و یک سنجش خدمات ضد انحصاری یا ضد مونوپولی تاجیکستان که ماه فوریه انجام شده است نشان داده است که خرج تحصیل در اکثر دانشگاه‌ها بلند است. مسئولان خدمات ضد انحصاری از بلند بودن نرخ خدمات در دانشگاه ملی، دانشگاه طبی، دانشگاه مالیه و اقتصاد، دانشگاه دولتی آموزگاری، دانشگاه صاحبکاری و خدمت، دانشگاه تکنیکی در خوجند، دانشگاه کشاورزی و چند مکتب عالی دیگر خبر دادند. نرخ تحصیل در دانشگاه‌های تاجیکستان از 2000 سامانی تا 18000 سامانی یا معادل از 200 تا به 2000 دلار در یک سال را تشکیل می‌دهد. نرخنامه نوی بعضی از دانشگاه‌های کشور که برای سالهای 2019-2020 با خدمات ضد انحصاری پیشنهاد شده است تا 15 و 20% از شرطنامه قبلی بلند بوده است. هر مؤسسه‌ای که به فهرست دانشگاه‌های گران نرخ وارد شده است باید ثابت کند که چرا چنین نرخی بلند دارد و آیا شرایط و صفت تعلیم به طلبات جوابگو هست یا نه. در عکس حال با گفته مسئولان خدمات ضد انحصاری نرخنامه‌ها
بازبینی می شوند. مقامات خدمات ضد مونوپولی می گویند که ضمن تهیه نرخنامه تحصیل باید سطح زندگی مردم به اینابت گرفته شود و نرخنامه نباید غیر واقعی بالا برده شود. نرگس یادگاری، یک مسئول خدمات ضد انحصاری، در صحبت با رادیو آزادی گفت خدمت رسانی پولکی برای دانشجویان به سطح زندگی اهالی تاثیر می‌گذارد. وقتی نرخ تحصیل به اساس بالا برده می شود برای دانشجویان مشکل پیش می آورد. گفت او به رادیو آزادی در مؤسسه‌های عالی تاجیکستان بیش از 70% دانشجویان با شرطنامه تحصیل می کنند. بیشتر از 70,000 جایی که برای قبول داوطلبان در سال نوی تحصیل جدا شده است، 54,000 جای برای تحصیل پولکی است و حدود 20,000 جای رایگان و در رشته‌های بودجوی پیش بینی شدند. حالت‌های تأخیر در پرداخت قیمت تحصیل و از جانب دانشجویان برای همه دانشگاه‌های تاجیکستان خاص است. بسیاری از دانشجویان خرج تحصیل را یا از حساب نزدیکان مهاجرشان و یا از حساب قرضی بانکی می‌پردازند. نوید بامدادی رادیو آزادی است. من طاهر سفر شما را همراهی میکنم. بسیار سپاسگزاریم که ما را تماشا دارید و واقعا در تهیه برنامه‌های ما هم سهم می‌گذارید با ویدیوهای جالبی که بر رادیو آزادی می‌فرستید. در 2 روز گذشته 2 گزارش برنامه خبری محض با کمک شما دوستان عزیز آماده شد. برای آنهایی که می‌خواهند ویدیوهای خود را به ما بفرستند و در تهیه برنامه‌ها سهم بگیرند، شماره تلفن‌های رادیو آزادی را یادداشت می‌کنم. کد 420 724 053 959. شماره دیگر کد 420 724 056 681. تکرار میکنم 420 724 053 959 420 724 056 681. خبر، عکس و ویدیوهای خود را از طریق واتساپ، وایبر و تلگرام و یا ایمو هم میتوانید به ما بفرستید. خب، در این فرصت برنامه رو می‌آوریم به همسایه کشوری تاجیکستان. اعضای گروه طالبان با حمله به چند پاسگاه ارتش افغانستان در غربی کشور 13 سرباز را کشتند. جمشید شهابی، سخنگوی رئیس ولایت بادغیس، روز 12 مارس گفت در نتیجه درگیری و مقاومت با طالبان 42 جنگجوی این گروه کشته شدند و 15 سرباز افغان جراحت برداشتند. طالبان شام 9 مارس به ناحیه قیس منگل حمله کردند و وزارت دفاع افغانستان برای رفع حمله های آنها نیروهای هوایی را نیز سفربر کرده است. در این ناحیه به گفته مقامات چند سرباز کشته شدند و 20 نفر دیگر به اسارت طالبان افتادند. سخنگوی طالبان گفته است حمله در واقع کار دست جنگجویان این گروه بود. به قول سخنگوی طالبان 28 سرباز افغان اسیر افتادند. حمله در زمان به وقوع پیوست که مذاکرات با طالبان برای ختم جنگ طولانی و 18 ساله در افغانستان ادامه دارد. وکیلان مردمی آمریکا با نشر یک قطعنامه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را برای هدف گرفتن رقیبان سیاسیش سخت تنقید کردند. در بیانیه مجلس نمایندگان که روز 12 مارس نشر شد، وکیلان گفتند که حکومت روسیه در قتل بوریس نیمتسوف پیشوای مخالفان حکومت دست دارد. الیوت انگل، وکیل حزب دموکرات در پارلمان، قبل از رأیگیری درباره این سند گفت قطعنامه هدفگیری منظم رقیبان سیاسی در روسیه را محکوم کرده و از حکومت آمریکا می‌خواهد به ضد آنهایی که در قتل نیمتسوف و مخفی کردن آن دست دارند تحریم اعمال کند. بوریس نیمتسوف، معاون سابق نخست وزیر روسیه و رقیب سیاسی ولادیمیر پوتین را سال 2015 چند متر دورتر از کاخ کرمل کشتند. 5 چچن در این قتل گناهکار دانسته به زندان محکوم شدند، ولی طرفداران نیمتسوف میگویند که فرمایشگران قتل بی جزا ماندند. برمیگردیم به تاجیکستان. یک سازمان بین المللی تاجیکستان را برای سیاحان همجنسگرا خطرناک عنوان کرده است. سازمان اسپارتاکوس گی گاید کشورهای جهان را از نظر امنیت برای جهانگردانی همجنسگرا ارزیابی کرده گفته است تاجیکستان برای چنین سیاحان مکان امن نیست. این سازمان در رده‌بندی خویش گی ترافل ایندکس کشورها را از نگاه امنیت برای سیاحان همجنسگرا بها داده است و تاجیکستان در این رده‌بندی مقام 110 را کسب کرده، یک زینه پایین‌تر از سوریه قرار گرفته است. در رده‌بندی 179 کشور دنیا ارزیابی شدند. مرتبان فهرست از روی 14 نشان داد، از جمله وجود داشتن قانون‌های ضد همجنسگرایان، تحمل ناپذیری ساکنان و نفوذ دین در جامعه به کشورها بها گذاشتند. هرچند در تاجیکستان موافق قانون همجنسگرایی گناه اعتراف نشده است، ولی بنابر مناسبت سختگیرانه جامعه
تعقیب دادگاهی و بالا بردن نفوذ دین مرتبان اسم تاجیکستان را با رنگ سرخ اشاره کردند. این با آن معناست که تاجیکستان برای سیاحت به همجنسگرایان توصیه داده نمی شود و خطرناک اعتراف شده است. با وجود از سوی قانون تعقیب نشدن همجنسگرایان در جامعه سنتی و محافظه‌کار تاجیکستان، نظر بیشتری ساکنان به همجنسگرایان و اقلیت‌های جنسی منفی است. همجنسگرایان در تاجیکستان عمدتاً خود را آشکار نمی‌کنند، چون در صورت آشکار شدن هویتشان احتمال لطوکوب شدنشان هم زیاد می‌شود. در شبکه‌های اجتماعی تا به حال چندین ویدیویی را نشر کردند که در آن دیده می‌شود جوانانی که اطرافیان آنها را به همجنسگرایی و رفتار غیر مردانه ایبدار می‌کنند لطوکوب می‌شوند. در کشور چند نفر را هم برای قتل همجنسگرایان به زندان محکوم کردند. سازمان‌های بین‌المللی از شکنجه و تعقیب شدن بعضی از همجنسگرایان در تاجیکستان اظهار نگرانی کردند. یک کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد سال گذشته در گزارش همجنسگرایان در تاجیکستان را قربانی شکنجه، بدرفتاری و شانتاژ نامید. و خب چون همیشه در این فرصت برنامه برای آنهایی که میخواهند پول عوض کنند قرب اسعار خارجی در برابر سامانی را یادرس میکنیم. اطلاع در این باره از بانک ملی تاجیکستان است که هر روز قرب پول ملی را در برابر اسعار دیگر تعیین میکند. خب امروز $1 آمریکا 9 سامانی و 43 درم است. ارزش یورو اندک پایین آمده است و امروز یک یورو را حداقل با 10 سامانی و 65 درهم میخرید. اگر روبل لازم دارید پس مثل روزهای پیشین مثلا برای 1000 روبل نه کمتر از 143 سامانی میپردازید. و ضمناً بانک ملی تاجیکستان هشدار داده است که بیرون از بانک ها تبدیل کردن پول جزا دارد. و بیننده بسیار عزیز گرامی، نویدی بامدادی اینجا به پایان رسید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خبرهای تازه دیگر که در جریان روز به دست ما رسید حتما در برنامه خبری به شما میرسانیم. طور میدانید برنامه ساعت 5 به وقت دوشنبه و ساعت 2 به وقت مسکو در وبسایت azadi.org و همینجا در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب مستقیم نشر می شود.